آقای ارجمند، خواسته ها زیاد هستش. متاسفانه جمهوری اسلامی و همونطوریم که شما گفتین حکومت-های قبلی هم شرایط رو طوری کرده که کارهای زیادی باید انجام بشه. اصلا همین معیشتی که شما گفتین، کارهایی که باید انجام بشه که بتونیم منطقه سیستان و بلوچستان رو به یه منطقه تجاری تبدیل بکنیم و کلاً آموزش و پرورش، درمان، همه اینا مستلزم هستش که یک دست بهشون به قول معروف زده بشه و درست بشه. ولی به نظر شما مهمترین خواسته مردم سیستان و بلوچستان در وهله اول چی هستش؟ خب ببینید، شما به نکته اشاره کردید. در واقع این سوالی هستش که ما باید بپرسیم از شما که وقتی ما از عدالت و برابری در واقع سخن میگیم باید پرسیده بشه. خب باید بدونیم در طول یک قرن اخیر تنها موضوعی که برای تهران اهمیت نداشته همین بوده. یعنی عدالت و برابری هیچ معنایی در واقع برای مرکز نداشته، برای شهروندان بلوچ. و در واقع باید بدون پرده بگم که بلوچستان در یک قرن اخیر کاملا بر اساس یک سیستم استعماری در واقع و بنیادهای نظامی و امنیتی اداره شده. همان گونه که بریتانیا هندوستان رو در واقع دچار استعمار کرد و ایتالیا لیبی رو و فرانسه الجزایر رو در دوران استعمار اداره میکرد. اگر در مورد مهمترین خواسته های مردم سیستان و بلوچستان در دوران گذار و پس از اونم قبل از جواب باید به واقعیت هایی در واقع باید به واقعیت هایی هم از وضعیت سیاسی بلوچستان باید گفته بشه که پنهان کردن واقعیت کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد. باید واقعیت گفته بشه. حالا شاید کسی یا طیف و یا جریان خاصی خوشش نیاد اما من میخوام بگم هرچند برای مردم ایران هم تلخ باشه و اندیشه استقلال طلبی در بین جوانان بلوچ به سرعت در حال رشد هستش. برخی که تعداد اونها هم کم نیستن خب از خودمختاری کامل در جغرافیای سیاسی ایران هم در واقع صحبت میکنن و اونایی هم که از سیستم موجود اداره بلوچستان برای در واقع دوران گذاری یا پس از جمهوری اسلامی حمایت میکنن خب به شدت هم مورد حمله قرار گرفتن که میتونیم به خب در واقع صحبت هایی که مولانا عبدالحمید که یکی از شخصیت های محترم برای اکثریت مردم بلوچ هستش و به عنوان رهبر مذهبی اهل سنت ایران شناخته، خب در واقع به خاطر سیاست های مبهمی که داشتن نسبت به آینده سیاسی بلوچستان بارها مورد انتقاد شدید قرار گرفته و سرداران علمایی هم که از احترام و نفوذ بالایی برخوردار بودن به خاطر عملکردها و سیاست‌های اشتباهشون دیگه اون جایگاه رو در بین مردم به خصوص نسل جوان بلوچ ندارن به خاطر اون سیاست‌ها و عملکردهاشون که باید بگیم با بیداری فعلی جامعه بلوچستان ادامه روند در واقع اداره بلوچستان به شکل سابق رو ممکن نمی‌بینم، مگه اینکه تهران تصمیم بگیره در بلوچستان قتل عام را بندازه که در دنیای امروز به یقین میتونیم بگیم که همانند گذشته جوابم نخواهد داد، یعنی جواب نمیده. اما خواسته هایی که از طرف تهران در آینده و اپوزیسیون در حال در زمان فعلی و زمان گذار باید در واقع نکاتی رو در نظر بگیرن. پایان تبعیض ساختاری و برابری واقعی. خب بلوچستان بیش از یک قرن هستش، در واقع بیش از یک قرنه که قربانی سیاست‌های مرکزگرا بوده. در هر دو دوره پهلوی و جمهوری اسلامی نگاه غالبی که به بلوچستان در واقع نگاه شده یک نگاه امنیتی استعماری بوده، نه نگاه ملی. بلوچان در دستگاه‌های اداری سهمی داشتن و نه در ارتش و سپاه و نه در سطوح مدیریتی و حتی در فرصت‌های ساده‌ای مثل آموزش عالی یا بازار کار هم در واقع به اونها اجازه داده نمی‌شد و مردم می‌خوان این ساختار تبعیض آمیز پایان پیدا بکنه و در واقع همون سیستمی که در مرکز در واقع اتفاق میفته و انجام میگیره باید در مناطق دیگه مخصوصا بلوچستان هم انجام بشه و با وعده‌های تبلیغاتی نمیشه در واقع به این مهم دست پیدا بکنیم و باید تضمین
تضمین قانونی که حقوق برابر رو برای بلوچا همانطور که برای سایر در واقع اتنیکا و ملیت‌ها تضمین میکنند برای ملت بلوچ هم تضمین میکنند. و یکی از اصلی ترین مطالبات هم پایان در واقع مرکزگرایی مطلق تهران هستش که مردم بلوچ میخوان درباره سرزمینشون خودشون تصمیم بگیرن، از اقتصاد و منابع طبیعی گرفته تا آموزش و امنیت. یعنی طوری نباشه که بلوچ دیگه نمیخواد در واقع سرنوشت در تهران و پشت درهای بسته تعیین بشه، بلکه باید به صورت در واقع عملی در سیاست و قوانین دیگه باید به صورت عملی در واقع مشارکت داده بشه. و همونطور هم که میدونیم خب بلوچا اکثرشون اهل سنت هستن، به خصوص پس از جمهوری اسلامی. خب اهل سنت نه آزادی مذهبی داشته، نه مساجدشون امنیت داشته، نه در آموزش و رسانه فرصتی برای دیده شدن و زبان و فرهنگشون برای اونا فراهم شده. خب آزادی کامل در برگزاری مناسک دینی هم یکی از اولویت‌ها هستش که بارها خب ائمه جمعه مخصوصا مولانا عبدالحمید در واقع در مورد مسجد اهل سنت در تهران بارها در واقع سخنرانی انجام دادند که جمهوری اسلامی تاکنون در واقع به این مهم اجازه نداده. و از همه مهمتر خب به رسمیت شناختن زبان بلوچی در مدارس و دانشگاه و پایان سانسور فرهنگی و اعطای فرصت‌های برابر به نخبگان، هنرمندان و روشنفکران بلوچ باشه که با وجود در واقع موقعیت ژئوپلیتیک که مرزهای طولانی سواحل مکران و منابع طبیعی، خب بلوچستان باز هم توسط جمهوری اسلامی و قبل اون در زمان پهلوی در واقع به صورت عمد و به فقر تحمیلی در واقع در فقر تحمیلی نگه داشته شده. و امروزه هم که شاهد سوختبری و کوله‌بری هستیم، در واقع هزاران نفر در سیستان و بلوچستان خب مشغول کارهای کاذب هستند، سوختبری یا کوله‌بری. خب در واقع این شغل به صورت آمدانه به مردم تحمیل شده، یعنی تنها راه ارتزاقشون هستش. و سرمایه‌گذاری واقعی در صنعت، کشاورزی و بندر چابهار. خب ما بارها در مورد حتی در زمان جمهوری اسلامی بارها به این نکته اشاره کردیم و در گزارش‌های خود که در واقع صفحات خودمون کمپین فالین بلوچ منتشر کردیم، بارها در واقع جمهوری اسلامی از سرمایه‌گذاری در بخش‌های در واقع صنعتی و در واقع سواحل مکران خبر داده، اما هیچ مردم بلوچ هیچ سهمی از اون درآمد اون نداشتن. حتی در واقع کارهای پایه‌ای و حتی در استخدامی هایی که انجام میشده حتی اونا رو به کار نمی گرفتن. خب این باعث شده که در واقع چابهار برای در واقع یک سری مافیا در واقع سرمایه گذاری انجام بشه و سوی اونو هم در واقع به جیب یک طیف خاص میره و پایان دادن به سیاست فقیر نگه داشتن برای کنترل کردن خب از سیاست هایی که توسط جمهوری اسلامی و پهلوی به وجود آمده و همچنان ادامه داره که در واقع این نکاتی هستش که نباید دوباره اجازه داد که در واقع مردم بلوچ از مرکز دوباره در واقع به صورت نمادین حذف بشن یا به صورت نمادین در واقع برای اونا یک چیزی در نظر بگیرن، ولی در عمل باز هم همون قضیه سال 57 یا سال 1307 دوباره برای مردم بلوچ تکرار بشه. مردم بلوچستان خسته اند از اینکه هویتشون همواره به عنوان تهدید امنیتی دیده بشه. بلوچستان باید از یک منطقه نظامی به یک سرزمین انسانی تبدیل بشه. اگه بخوایم خب این مطالبات رو در یک جمله خلاصه کنیم، مردم بلوچستان خواهان پایان تبعیض، سرکوب و مرکزگرایی، حق تعیین سرنوشت سیاسی، آزادی مذهبی و فرهنگی، عدالت اقتصادی و امنیت همراه با کرامت انسانی هستند. اینا مطالبات پایینی هستند، یعنی به این صورت نیست که در واقع از مرکز در واقع القا بکنند به ما که ما لطف کردیم به شما و در واقع این امتیازات رو به شما دادیم. اینا مطالبات قانونی و پایه‌ای هستند که باید در واقع در وهله اول باید به اینا اشاره بشه که اگه این مطالبات در دوران گذار به رسمیت شناخته نشه، خب نه تنها بحران بلوچستان حل نمیشه بلکه به بحران ملی و حتی منطقه‌ای هم تبدیل میشه و امیدواریم فرصت سقوط رژیم جمهوری اسلامی فرصتی برای پایان دادن به ظلم، تبعیض و بی‌عدالتی باشه
و تمامی گروه‌های سیاسی ایران با درک این موضوع مسئله بلوچستان رو هم درک کنند. در تاریخ در واقع کشورها و امپراتوری‌ها در تاریخ ثابت شده که در واقع امپراتوری‌ها و کشورها با قتل و غارت ساخته شدن و بعد از مدتی سقوط کردن. اگه قرار این بار ایرانی ساخته بشه، خب سعی کنیم و اجازه بدیم بر مبنای انسانیت و عدالت و حقوق بشر ساخته بشه تا نیازمند در واقع یک انقلاب دیگه نباشیم و 40 سال دیگه در واقع حالا 30 سال یا 40 سال دوباره صبر کنیم تا یه انقلاب دیگه به وجود بیاد. و متاسفانه در اثر تشکیل حکومت‌ها بر پایه قتل و کشتار در جغرافیای سیاسی ایران بعد مدتی خب شاهد انقلابی دیگه با ریخته شدن خون صدها نفر و هزاران نفر بودیم. خب اگه میخوایم این بار انقلابی انجام بدیم باید به صورت عقلانی در واقع جلو بریم و به افراد و گروهایی که حقوق انسانی و اجتماعی در واقع ملیت ها رو انکار میکنن نه بگیم. خب که این بار آینده روشن رو به در واقع بر عقلانیت و رعایت حقوق تجربه کنیم و این بار انقلابی کنیم که دیگه پس از اون نیاز به انقلاب دیگه برای از بین بردن یک دیکتاتور دیگه نباشه.